یک شاخه گل برنامه مخصوص. شاخه گلی است که به یاد هنرمند فقید گلها شادروان مرتضی محجوبی نثار می شود. محجوبی، هنرمند مؤدب و محجوب، هنرمندی که نامش در تاریخ موسیقی ایران در ردیف موسیقی دانانی به نام چون باربد و نکیسا و ابراهیم شیرازی و امثال آنان ثبت و باقی خواهد ماند. نامش مرتضی بود، ولی مرتضی خانش می گفتند. سالها نام مرتضی با نام برادرش رضا توأم بود. هر جا می رفتند با هم بودند و نامشان با هم برده می شد. هر دو شیفته موسیقی بودند، موسیقی ایرانی. هر دو پنجه سحار داشتند و هر دو دلی دیوانه. رضا را که به یاد دارید، کار عشقش عاقبت به جنون کشید و رفت و مرتضی را تنها گذارد. با ما بودی بی ما رفتی، چو بوی گل به کجا رفتی، تنها ماندم. مرتضی محجوبی موجودی بود فوق‌العاده حساس و در کار و سبک خود استاد، سبکی که اختصاص به خود او داشت، با او ایجاد شد و با او به گور رفت. او پرده ها، نیم پرده ها و گاه رو پرده ها را با پنجه راست چنان می نواخت که گویی نوازنده‌ای زبردست با 2 مضراب سنتور می نوازد و تحریر. طرز نوت نویسی مرتضی هم اختصاص به خودش داشت. جز خود او و تنی چند از شاگردانش دیگری نمی توانست به آنچه او ثبت نموده پی ببرد یا بداند روی هر پرده یا نیم پرده چند ثانیه باید مکث کند و همچنین از ارتعاش سیم و تناوب پرده و فواصل چه آهنگی ممکن است به گوش رسد. اما خودش با کمک حافظه سرشار و فوق‌العاده ابتدا جمله یادداشت شده را که میدید چشمها را بر هم میگذارد و با نرمی بیمانندی آهنگی جذاب به گوش جان مستمع میرسانید. آهنگی که از ساخته های خودش بود یا مرتجلاً ساخته بود.
کنارم یگانه دل دارم. تو مرو من فدای چشم مستت. تو مرو جان کجا برم ز دستت. تو مرو در آهنگسازی ما مرتضی محجوبی را زبردست‌تر از عارف و بهتر از همه آهنگسازان معاصر می‌دانیم. آهنگ‌های مرتضی همپایه نغمات موزون و دلپذیر شیداست و دارای شور و حال و تنوع، خاصه اگر آهنگی باشد که رهیش نوشیده و شعری بر آن سروده باشد. آهنگ‌های مرتضی را رهی بهتر از هر سراینده دیگری درک می‌کرد و همین ادراک و توجه به معنا و مفهوم آهنگ است که تار و پود آهنگ‌های مرتضی با شعر رهی به هم بافته شده و با هم و به وجه احسن بر دلها می‌نشست. مرتضی آهنگ می ساخت و مصرع اول شعر را هم می گفت. همین مصرع تلیعه نظمی بود که رهی تکمیل می نمود. یعنی پس از آنکه بارها آهنگ را می شنید، به دنبال مصرع اول که گفته مرتضی بود، شعری متناسب با توجه عمیق به مفهوم آهنگ بر آن می ساخت. و این روش درست معکوس آن بود که عارف می کرد. عارف بدون شعری که بیشتر در اوزان و بهور عروضی بود می سرود و سپس با یکی دو گوش از ردیف موسیقی ایرانی آهنگی موزون بران می ساخت و بعد روزها در تصحیح شعر و آهنگ می کوشید و بالاخره با صدایی گرم و گیرا برای دوستان می خواند. اما مرتضی را صدایی گرم و گیرا نبود. پنجه راست و انگشتان نحیفش آنچه بر دل سوختش می‌گذشت بیان می‌داشتند. بیانی که در بهره اول وارسته از لغت بود و نیازی به کلام نداشت. بیانی بود ملکوتی که سوخته دیگر بر آن کلامی برای پسند شما تلفیق می‌نمود.
مرتضی در آشنایی به دستگاه‌های موسیقی ایرانی و گوشه‌ها کم نظیر بود. همه مایه‌ها و گوشه‌ها را با نظمی شگفت‌انگیز همواره در خاطر داشت و می توانست بدون تأمل از مایه و گوشه‌ای به مایه و گوشه دیگری برود و برای مستمع توضیح کافی بدهد و احاطه خود را به موسیقی ایرانی که علاقه و دلبستگی خاصی به آن داشت به اثبات برساند. در گوشه میخانه ها هر شب منو دل تا سحر در گوشه میخانه ها دیوانگی با یکدیگر افسانه ها اندر شمار بی دل و
در حلقه بی حاصلان نی در حساب عاقلان نی در خور فرزانه ها. مرتضی در آنچه آشنایان به موسیقی ایرانی ضربی مینامند مهارتی شایسته تحسین داشت. با سرعتی حیرت انگیز بر اشعار متقدمین مولانا، سعدی، حافظ آهنگ می ساخت و اغلب با همان سبک مخصوص خود آهنگ ساخته را روی قوطی سیگارش یادداشت می کرد و گاه هم از ثبت آن می‌گذشت. چشمها را برهم می‌گذارد و ساعتی شیفتگان پنجه‌اش را به جهان رویا می‌کشانید. رویایی که گوش جرق چمن جان پرور است، لیک برخ این معنا ز من باید شنید. راز عشق از کوهکن باید شنید. حال بلبل از دل پروانه پرس، حال بلبل از دل پروانه پرس، قصه دیوانه از دیوانه پرس. به خاطر دارم 10 سال پیش به هنگامی که آقایان معینیان و ذوالفقاری با تشکیل ارکستری به نام گلها موافقت نمودند، از مرتضی محجوبی که از بدو تأسیس رادیو همکاری صمیمانه‌ای داشت خواستیم در ارکستر گلها شرکت کند. گفت با کمال میل و افتخار، اما به شرطی که کار ارکستر فقط موسیقی ایرانی باشد. و چنان شد که او میخواست و همچنین هم مانده است، چنان که میشنوید. دریغ و درد که شد ساز مرتضی خاموش، فتاد بلبل باغ هنر ز جوش و خروش. به باغ داغ دل لاله تازه گشت چو دید، که مرغ شب به خروش است و مرتضی خاموش. به باغ داغ دل لاله تازه گشت چو دید، که مرغ شب به خروش است و مرتضی خاموش.
متاسفانه مرتضی رفت و پیانوی به سبک ایرانی را با خود برد، ولی یقین است نامش مانند آهنگهایش باقی خواهد ماند و دوستداران موسیقی اصیل ایرانی و هواخواهان گلها همیشه به یاد خواهند داشت که مصرع اول نخستین آهنگی که مرتضی محجوبی به برنامه گلها هدیه نمود چه بود. مصرعی که پس از این با شنیدن نام محجوبی به یاد او زمزمه خواهند کرد: من از روز ازل دیوانه بودم، دیوانه. شاخ گلی که نثار شد شماره 259 بود که به یاد هنرمند فقید گلها شادروان مرتضی محجوبی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. ترانه ها و ابیات مثنوی از رهی معیری و 2 بیت از شهرآشوب. آهنگ های موزون از شادروان محجوبی است و گویندگان روشنک و ثابت ایمانی.